حاجی بعد از سال اومدیم با بچه بریم یه دست کاستوم پلی بدیم که با همچین صحنه سم و دردناکی من مواجه شدم و گفتم یا خدا این از کجا آمد این لگ و باگه. چون گوشی من حالا سابقش خیلی کمه این لگ بزنه، خیلی از بچه هستن اصلا گوشیشون بالا دیگه نمیاره کالافو هم داره کیفیت تا همینجوری میبره بالاتر و دهن ما رو سرویس میکنه. آجی اونجا دیگه گذشت تو دیدم اینجا یه ذره گوشیم داره بو میده، بوی سوختنی، توجه خاصی نکردم، گفتم بابا چیزی نیست الان درست میشه. این داداشمونو به هر بدبختی بود زدم، این دوتا سیاه‌پوست منو زدم و گفتم دیگه برم گوشیمو یه نگاه بندازم که دیدم بله زیر لنز یه کوچولو حالا خیلی ریز ذوب شده، چیزی نیست بابا. خدا ازت نمیگذره. الان باید دهن کیو سرویس کنم؟ حالا باز بیا بگو X6 پرو بهتره. بچه سوسولا ما هنوز زنده ایم. شوخی میکنم ولی خب بچه همه تو مدل گوشیتون این زیر کامنت کنیم و بگیم ما هنوز زنده ایم.